طرح گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. به گفته وزیر نقلیات، با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خمونج سرحد ناحیه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. او اهمیت راه را به وکیلان چنین شرح داد: جزئی دوران بین‌المللی نقلیاتی راه افغانگر آسیا رقم 66 بوده برای تحکیم راهکار نقلیاتی تجارتی اقتصادی جمهوری روسان با جمهوری مردمی چین، جمهوری قرقیزستان و جمهوری اسلامی افغانستان پیش می‌برد تا بندرگاه آبی نقش مهمی می‌بازد. وزیر گفت اگر خرج بنیادی راه از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان می‌پردازد. این چنین تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی راه از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد می‌کند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروخ قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهم استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.